سرخط خبرها: بازداشت پدر مهسا امینی از سوی دولت ایران. بازدید رهبری کره شمالی از بمب افغان‌های اتمی و کشتی جنگی روسیه. سلام، به این سرویس خبری از نیوز اینترنشنال خوش آمدید. لطفاً برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای خاورمیانه و جهان کانال نیوز اینترنشنال را سابسکرایب و دنبال نمایید. منابع محلی میگویند هدف جلوگیری از رفتن مردم به مزارع مهسا امینی است که تصاویری از جاری شدن آبرودخانه سقز از سمت سد چراغ ویس منتشر شده است. منابع محلی میگویند این اقدام برای جلوگیری از رفتن مردم به مزار مهسا امینی در سالگرد کشته شدن او انجام شده است. بر اساس موقعیت این رودخانه و آرامستان آیچی، در صورتی که راههای اصلی منتهی به آرامستان بسته شود، مسیری که مردم میتوانند بدون استفاده از راههای اصلی خودشان را به آرامستان برسانند از رودخانه سقز میگذرد. پدر و مادر مهسا امینی گفته بودند امروز مراسم سالگرد او را بر سر مزارش برگزار می‌کنند، اما ساعت اولیه امروز گزارش شده که امجد امینی پدر او برای ساعت بازداشت شده و سپس ماموران او را به خانه‌اش منتقل کردند. مشخص نیست آقای امینی قادر به بیرون رفتن از خانه مسکونی و انجام وعده حضور بر سر مزار دخترش است یا خیر. روزنامه گاردین چاپ لندن چند مطلب در سالگرد کشته شدن مهسا امینی منتشر کرده که تازه‌ترین آنها گزارش‌های خبری درباره حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای ایران است. این روزنامه به نقل از دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک نوشته اعضای خانواده دست کم 36 نفر که در سرکوب‌ها کشته یا اعدام شدند در یک ماه گذشته بازجویی، دستگیر یا به زندان محکوم شدند. در این گزارش گاردین مثل سایر گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های دیگر به این نکته اشاره شده که الهه محمدی و نیلوفر حامدی که در انتشار گزارش‌های مربوط به مهسا امینی نقش داشتند هنوز در زندان هستند. رهبری کره شمالی از بمب افغان‌های اتمی و یک کشتی جنگی روسیه بازدید کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه در ادامه سفرش به شرق روسیه از بمب افغان‌های اتمی همچنین یک کشتی جنگی روسیه از ناوگان این کشور در اقیانوس آرام بازدید کرد. این سفر نگرانی‌های غرب را درباره ایجاد یک اتحاد تسلیحاتی میان دو کشور که می‌تواند به جنگ روسیه علیه اوکراین دامن بزند افزایش داده است. آقای کیم پس از ورود به شهر آرتیم با قطار به فرودگاهی در خارج شهر بندر ولادیوستوک برده شد، جایی که مقامات ارشد نظامی روسیه از جمله سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور بمب افغان‌های استراتژیک و سایر هواپیمای جنگی روسیه را به نمایش گذاشته بودند. در میان انواع هواپیمای جنگی روسیه که روز شنبه به رهبری کره شمالی نشان داده شد، برخی هواپیماهایی که در جنگ اوکراین فعالانه استفاده می‌شوند نیز به نمایش گذاشته شده بودند. از جمله بمب افغان‌های تیو 160، تیو 95 و تیو 22 که به طور منظم بر فراز اوکراین موشک‌های کروز پرتاب می‌کنند. وزیر دفاع روسیه همچنین یکی از جدیدترین موشک‌های کشورش یعنی موشک موافق سود را به کیم نشان داد که اولین نبرد خود را نیز در جریان جنگ اوکراین انجام داده بود. همچنان کیم جونگ اون و سرگئی شویگو به بندر ولادیوستوک بازگشتند تا از ناوچه آدمیرال شاپنیکوف روسیه متعلق به ناوگان دریایی این کشور در اقیانوس آرام بازدید کنند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه در جریان این بازدید نیز دریاسالار نیکولای یومنوف فرمانده نیروی دریایی روسیه اطلاعات لازم را درباره توانایی‌ها و تسلیحات این کشتی در اختیار رهبری کره شمالی گذاشت. از جمله توضیح درباره موشک‌های کروز دوربردی که از کشتی‌های جنگی روسیه مرتباً به سمت اهداف در خاک اوکراین شلیک می‌شوند. سفر رهبری کره شمالی به روسیه که در جریان آن بیش از 4 ساعت نیز روز چهارشنبه با پوتین گفتگو کرد، در حالی انجام می‌شود که پیونگیانگ به دنبال فناوری‌های روسیه برای پیشبرد برنامه هسته‌ای، موشکی و سایر برنامه‌های نظامی خود است. و مسکو نیز در صدد است تا نیاز خود به تسلیحات بیشتر در بحبوحه جنگ اوکراین را تامین کند. این سفر همچنین در حال انجام شده که آقای کیم در ماه‌های اخیر بارها درباره ضرورت تقویت نیروی دریایی کشورش برای مقابله با نیروی دریایی پیشرفته ایالات متحده سخن گفته است. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به اصرار کیم بر تقویت قدرت دریایی کشورش باید انتظار اخباری از تلاش‌های او برای دستیابی به فناوری‌های پیچیده برای زیردریایی‌های موشک بالستیک و زیردریایی‌های هسته‌ای، همچنین آغاز تمرین‌های دریایی مشترک روسیه و کره شمالی را داشت. با تشکر از همراهیتان به این سرویس خبری از نیوز اینترنشنال. لطفاً برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای خاورمیانه و جهان کانال نیوز اینترنشنال را سابسکرایب و دنبال نمایید.